دوستان خوب من سلام. اگه تو جریان خبرها باشید که حتما هم هستید، چند شب پیش یه دزد رو گرفتم. البته دزد که چه عرض کنم، یه دل دزد گمنامه. شما اصل خبر رو تو تیوی ریش ملاحظه کنید، شاید طرف رو بشناسید. دفتر سخنگوی قوه قضاییه حکم قطعی معاون اول رئیس جمهور سابق را اعلام کرد. بر این اساس محمد رضا رحیمی به 5 سال و 91 روز حبس، پرداخت 5 میلیارد و 700 میلیون تومان رد مال و جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. دیدید؟ همش 5 میلیارد و 700 میلیون تومان رد مال و جریمه نقدی داده. چیزی نیست که. تازه کاری هم نبوده، معاون اول رئیس جمهور بوده. آخه معاون اولی هم شد شغل. حالا تعجب قضیه اینجاست که دستگیری همین دزد خورده پا یه علم شنگه‌ای تو نظام به راه انداخته که نگو و نپرس. اول از اطلاعیه عنتری نژاد شروع میکنیم که یه زمانی رئیس این طرف بوده. ماجرای آقای رحیمی مربوط به سال 86 و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. به این میگن عذر بدتر از گناه. یکی نیست به این عنتر تاریخ در رفته بگه چطوریه که یه کارمند یا یه معلم رو میخواید استخدام کنید تا 7 پشتشو میکاوید، اما طرف سال 86 یه چنین دزدی کرده، بعد 2 سال بعد تو کردیش معاون اول خودت، بعد تازه بهش مدال افتخار و خدمتم دادی. عجب خدمتی. حالا ملاحظه کنید ورق پاره های باند رقیب دربارش چی نوشتن؟ احمدی نژاد به جای عذرخواهی تلویزیونی انکار کرد. پیش از این گفته بود من به رهبری هم گفتم که اگر ثابت شود که رحیمی حتی 1 ریال هم اختلاس کرده، من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می کنم که شایستگی این سمت را ندارم. حالا اما پیام انکار صادر کرده است. انکار همه اتهامات رحیمی را و همه روابط تخلفات او با دولتش را. احمدی نژاد هنوز هم نمیخواهد تابلوی پاکترین دولت تاریخ را زمین بگذارد. پس تا اینجای کار عنتری نژاد رحیمی جونشو شوت کرده تو زمین حریف. حالا این شما و این یه قیچی برگردون از توکلی. احمد توکلی. احمدی نژاد با تمام قوا از رحیمی حمایت می کند. راستی بازی دست رشته رو یادتونه؟ الان هم قضیه همونجوری شده، هر کی یارو رحیمی رو پاس میده به اون یکی. حالا دیگر این محمد رضا رحیمی آن رحیمی سابق نیست. حکمی دارد با بیش از 5 سال زندان به خاطر فساد اقتصادی، اتهامی که 1 عمر اصولگرایان از آن فرار می کردند و حالا مهر آن بر پیشانی معاون اول تنها دولت برآمده از رأی آنها خورده است. نه آنها پای رحیمی و تخلفاتش ایستادند و نه احمدی نژاد. هر کسی او را به دیگری پاس می دهد. آقا آخرای دوره شاهو یادتونه؟ همسن و سالای موشکاب خوب یادشونه. شاه شاخ شکسته هم فکر میکرد با انداختن هویدا تو هلفتونی میتونه تاجش در ببره، اما نتونست. علی گداب و 40 که چه عرض کنم 4000 دزدشم دارن همون راهو میرن. این عمامه رو سر عظما موندگار نیست، نوبت دزد اصلی هم میرسه. زد زیاد.
شکار